تذکر برادران گرامی هیچ کدام وارد نیست. بنده هم شفاف جانم اجازه بده آقای جلالی صحبت کن. میکروفون آقای جلالی رو باز آقای دکتر جلالی رو باز کنید میکروفونشون رو. آقای جلالی الرحمن الرحیم اجازه بدید آقای ابو ترابی دارید خوراک درست میکنید برای ایرانه. شما سعی به فوریت میگرفتید. آخه این چه کاریست؟ ما یه روز اومدیم 194 نفر تو این مجلس یه طرح رو تصویب میکنن، بعد شما میایید به جای اینکه سعی به فوریت کنید، به جای اینکه راه قانونی رو کنید، 4 نفر تو هیئت رئیسه امضاشون رو پس میگیرن به شکل کودتا. این کودتا تو هیئت رئیسه. خیلی متشکرم. ببین چه معنی داره آقای قربانی، آقای آجبابایی، آقای کوکن، آقای فلان تو هیئت رئیسه امضاشون رو پس بگیرن؟ من به خاطر نظام دلم میسوزه. والله شما دارید امشب رادیو 20 رو گوش کنید. متشکرم. تحقیر از این بیشتر میتونستیم بشیم. خیلی راه درست انتخاب کنید بابا جان. خب حالا اجازه بدید حالا شما ببینید جناب آقای